سلام و عرض ادب خدمت همگی شما دوستان گلم. اومدم بهتون یه نوید بدم که ترید کردن در فارکس و کریپتو خیلی راحته، راحت‌تر از اون چیزی که فکرشو بکنی. اومدم به زبان خیلی خیلی ساده بهتون بگم که روش ترید کردن چطوریه، سود کردن به چه صورته. اگه خدا بخواد مطمئن باشین که مثل آب خوردن میتونید ترید انجام بدین، مثل آب خوردن هم میتونید سودشو ببرید. این نوید رو میخوام بهتون بدم در کنار پرسکشن زنده با 2 تا خط موازی و افقی به راحتی میتونین پوزیشنتون رو بردارید. اگه خدا بخواد تو این جلسه میخوام اولین آموزش رو میکنم در کنار شما دوستان گلم انجام بدم. با اجازهتون کارم شد. ما الان اینجا تو چارت تنها هستیم. پوزیشنی هم که برداریم پوزیشن سعودی هستش. اولین کاری که میکنیم این خط ترند از بالا شدوها رو بس میکنیم، با یه خط ترند دیگه شدوها از پایین هم بس میکنیم. اولین کندلی که میاد خط ترندمون از بالا بریک میکنه میتونیم پوزیشن رو برداریم یا منتظر ببینیم بعد از زدن پول بک پوزیشن خودمون رو برداریم که این کندل قرمز به یه نوع میتونیم بگیم که همون پول بک حساب میشه. این کندل قرمز میتونیم بعد این کندل قرمز یا این کندل قرمز پوزیشن رو باز کنیم یا بعد بریک کردن کندل بزرگ که به صورت فول بادی هستش میتونیم که پوزیشن رو برداریم. به همین راحتی یه سری ها نیستن بعد از زدن اولین کندل فول بادی در تایم فریم 1 ساعته پوزیشن رو باشون نمیبندن میگه بستم. یه سری ها همینجا میان پوزیشن خودشون رو ریسک فری میکنن و پوزیشن خودشون رو تا اینجا نگه میدارن، بعدا میان دوباره یا ریسک فری انجام میدن. اگه هم تازه ریسک فری میخوان انجام بدن ریسک فری باید اینجا انجام میشه، در واقع اینجا. ولی معمولا من اگه میخوام اسپایک ادامه بدم اینجا میام بعد آخرین کندل فول بادی پوزیشن خودمون میبرم. یادتون باشه اولین کندل فول بادی و آخرین کندل فول بادی خیلی در پوزیشن گرفتم. اولین کندل فول بادی نشونه اینه که روند ما یک روند قدرتمند شروع شده و آخرین کندل فول بادی نشونه اینه که روند ما اسپایک ما به آخر رسیده. همین رو بس تمام شد. به همین راحتی میتونی با 2 تا خط ساده مورب پوزیشن رو برداریم و به همین راحتی سود کنیم. خیلی راحت. و البته این نویدم بهتون بدم در کنار این پرسکشن من 2 تا اندیکاتور استفاده میکنم. اولین اندیکاتوری که استفاده میکنم اندیکاتور مووینگ اوریج. میام تو تنظیمات میذارم تو 100. میام به قسمت استایل خط مووینگ اوریجمو پنتر میکنم که با چشم راحت‌تر دید بشه. کندل فول بادی ما بعد از بریک کردن
همزمان اومد مووینگ اوریج 100 ما رو هم بریک کرد و موقعی که کندل ها بالای مووینگ اوریج 100 قرار میگیرن ما فقط میتونیم پوزیشن بای برداریم. همیشه یادتون باشه مووینگ اوریج ملاکش اینه، موقعی که کندل ها بالای مووینگ اوریج قرار دارن پوزیشن بای، موقعی که کندل ها زیر مووینگ اوریج قرار دارن پوزیشن سل. اینجا که میبینید بعد از بریک کردن خط ترند و خط روند ما همزمان اومد این کندل فول بادی ما مووینگ اوریج 100 رو هم بریک کرد. بعد اون به راحتی با خیال راحت با خیال آسوده میتونیم پوزیشنمون رو برداریم و تا هر کجا دوست داریم پوزیشنمون رو ادامه بدیم. بعد بستن پوزیشن سودمون رو میذاریم تو جیبمون، حالمون رو میبریم، حالش رو میبریم. و یه اندیکاتور دیگه هست قدرتمندتر از این اندیکاتور که با خیال راحت و آسوده میتونیم پوزیشن خودمون رو برداریم، اونم اندیکاتور قدرتمند RSI. اینم اولین کاری که میکنیم میام تو تنظیماتش این تیک شاو رو میزنیم، میام قسمت استای میام پایین رنگاشون رو من اولین کاری که میکنم عوض میکنم. خطا رو پنتر میگیرم که به راحتی با چشم دیده بشه و به راحتی میتونم پوزیشنم رو بردارم. و همین راحتی اندیکاتور RSI به این صورت کار میکنه. یعنی در واقع من باش اینجوری کار میکنم. موقعی که RSI ما از میدل 50 ما یعنی خط وسطی ما از بالا بشکنه پوزیشن بای برمیداریم و اگه خط RSI ما از پایین بشکنه پوزیشن سل برمیداریم. میایم این کندل رو موازی با همین RSI قرار میدیم. همونطوری که میبینی این کندل فول بادی ما اومده چیکار کرده؟ خط میدل 50 ما رو بریک کرده و در عین حال اومده وینگ RSI ما رو هم بریک کرده. تمام. پس ما 4 تا ملاک داریم. 1 کندل فول بادی ما اومده خط ترند ما رو بریک کرده. 2 کندل فول بادی ما اومده مووینگ اوریج 100 ما رو بریک کرده. 3 کندل فول بادی ما در RSI اومده خط میدل 50 ما رو بریک کرده. 4 کندل فول بادی ما اومده در RSI هم مووینگ RSI رو بریک کرده. این 4 تا علت میتونن به ما اطمینان بدن که این پوزیشن ما با سود بسته میشه. اون دیگه بسته به ریسک خودتونه. 1 کندل رو به عنوان سود ملاک قرار بدین یا 10 تا کندل رو. من معمولا با 2 تا کندل فول بادی میبندم. معمولا بعد از بریک کردن من با 2 تا کندل معامله خودم رو میبندم در تایم فریم 1 ساعته و این آموزش هایی که من به شما میدم در تایم فریم نیم ساعته و 1 ساعته اجرا میشه. چون در تایم فریم 1 دقیقه و در تایم فریم 5 دقیقه اگر کندلی خط ترند ما رو بریک کنه مدیریت ریسک ما هم 2% باشه هیچ سودی نصیب ما نمیشه در تایم 1 دقیقه و 5 دقیقه. اما با همین مدیریت ریسک 2% بیاین تو تایم فریم نیم ساعته و 1 ساعته نگاه کنید. کافی شما 2 تا کندل رو بردارید. خدا بده برکت. من به شخصه به این صورت دارم کار میکنم.
تمام دیگه. پوزیشن گرفتن به این از این راحت‌تر دیگه چی میخوایم ما از این چارت؟ دیگه چی میخوایم ما از این بولی رو گفتن این کریپتو فارکس؟ دیگه ما چی میخوایم از این بازار مالی؟ یه سود خالص رو گذاشتیم تو جیبمون، داریم میریم بالش هم میبریم. امیدوارم از آموزش این جلسه بهره کافی رو برده باشین. امیدوارم که در هر کجای این سرزمین پهناور هستین بهتون خوش بگذره و از شما دوستان خواهشمندم که منو سابسکرایب کنید، لایک کنید، شیر کنید که از این بعد دلگرمی داشته باشم بتونم در کنارتون از این بعد تا اونجایی که در توانم هست تجربه کافی رو ببرم و بتونیم در کنار هم به یه سود مستمر برسیم. با سپاس از همتون. بدرود. خدا نگهدار.